درود بر بینندگان گرامی. اکنون جمعه 19 آبان 1402 ساعت 1:49 بامداد میخوایم شاتل موبایل پلاس رو با اینترنت نسل 4 روی سرورهای شاتل در برنامه speedtest.net آزمایش کنیم. سرعت به مگابیت در ثانیه است. آزمایش رو شروع میکنیم. دانلود 79.6 مگابیت بر ثانیه. سرعت آپلود 26.5 بر ثانیه. جیتر 16. پینگ 32. جیتر و پینگ بالا به این دلیل هست که پنجشنبه است و خب ترافیک شبکه بالا هست طبق معمول این وقتا، یعنی پنجشنبه شب یا همون جمعه شب اینترنت ترافیک بیشتری ایجاد میشه درش، چون که بچه‌ها و نوجوانان به خاطر اینکه تعطیل فرداش تا دیر وقت در اینترنت وقت میگذرونن، بازی میکنن، دانلود میکنن، برنامه هاشون رو به روز رسانی میکنن و میتونن حتی فیلم های آنلاین و برخط رو تماشا کنن که این باعث ایجاد ترافیک در شبکه میشه و ممکنه بر روی سرعت، پینگ یا جیتر تاثیر منفی بگذاره. این بود نکاتی که میخواستم عرض کنم و تاریخ امروز رو دوباره تکرار میکنم. جمعه 19 آبان 1402 به میلادی 10 نوامبر 2023 ساعت 1:52 بامداد.